سلام. طالبان مسلح در 2 هفته گذشته 86 فرد ملکی را شهید و 165 تن را مجروح کردند. مقامات گفتند طالبان در این مدت به شمول 6 حمله انتحاری و 96 انفجار و 575 حمله را انجام دادند. وزارت دفاع ملی میگوید در ولسوالی ناوه هلمند 2 هلیکوپتر اردوی ملی از اثر مشکلات فنی سقوط کرده که 15 سرباز در آن شهید شدند. مقامات هرات میگوید در نتیجه انفجار ماین کنار جاده بالای موتر عروسی 5 طفل شهید و 10 فرد ملکی دیگر مجروح شدند. در کابل نمایشگاه 3 روزه از تولیدات وطنی افتتاح شده است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری گفته این تولیدات تحت نام تولیدات وطن برای پیشرفت تولیدات داخلی، معرفی محصولات جدید، فروش اجناس با قیمت مناسب و جذب سرمایه گذاری در کشور راه اندازی شده است. با پوشیدن ماسک در دوائر دولتی و شفاخانه ها جبری شد. وزارت صحت عامه میگوید پیشنهاد پوشیدن ماسک از سوی کابینه دولت تصویب شده و از این بابت تمام مراجعین و کارمندان از ماسک استفاده خواهند کرد.